سلام دوستان، من سینا هستم. خیلی خوشحالم که قراره توی مسیر لایسنسینگ همراهیتون بکنم برای لایسنس LLQP. البته این لایسنس واقعا لایسنس راحتیه. همونطور که میدونید 4 تا ماژول داره: Life Insurance, Segregated Funds, Accident and Sickness و همینطور هم Ethics. هر کدومش رو باید 2 بار امتحان بدید، یک بار در قالب امتحانهای سرتیفیکیشن و دومی در قالب امتحانهای پروونشیال یا همون استانی. خیلی ها فکر میکنن که LLQP لایسنس سختیه، ولی واقعا اینطوری نیست. اوپن بوکه، شما فقط نیاز به 60% قبولی دارید و اگه بتونید سوالا رو متوجه بشید جواب دادنشون خیلی راحته. یادتون باشه برای اینکه بتونید جواب درست رو پیدا بکنید توی هر سوال 3 تا نکته خیلی مهمه: 1. کلاینت شرایط فعلیش چجوریه، 2. دنبال چیه و از همه مهمتر اینکه نگرانیاش چیه. گاهی اوقات میتونه 1، 2 یا 3 گزینه حتی درست باشه. باید دقت بکنید که کدوم یکی برای کلاینت ارزون تره یا در کل منفعت کلاینت اولویت داشته باشه به منفعت ادوایزر و یا اینشورنس کمپانی. توصیه من اینه که از ماژول لایف اینشورنس شروع بکنید. هرچند که قبل از اینکه اصلا بخواید این 4 تا امتحان رو بدین، باید یک امتحان کانادین اتیکس بدید که 12 تا سواله. این یه دونه اوپن بوک نیست. من یه سری نمونه سوال دارم تقدیمتون میکنم و باید عمره قبولی 70% رو بیاریم. بعد از اون به صورت رسمی شروع میکنیم به یاد گرفتن 4 تا ماژول و قبل از اینکه بخوایم وارد لایف اینشورنس بشیم یه دونه ویدیو هست که به شما یاد میده زمانی که کلاینت داریم پروسه بیمه شدنشون چیه. با این ویدیو شما میتونید درک بهتری از ماژول ها داشته باشید و چیزایی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم. در آخر با اینکه نمونه سوال توی ویدیو ها هست، اما 2 تا جلسه پرسش و پاسخ در هفته داریم که شما میتونید بیاین رفع اشکال کنید، سوالی دارید توی ویدیوها و اینکه در کنار اونها ما یک سری سوالات دیگر هم با هم دیگه حل میکنیم. امیدوارم که مثل خیلی دیگه که تونستن اینجوری لایسنس بشن، شما هم به راحتی لایسنس رو بگیرید. در آخر هم خیلی ممنون میشیم که اگه این ویدیوها بهتون کمک کرد تا پاس بشین، حتما به ما فیدبک مثبت بدید. این برای ما یه دلگرمی خیلی بزرگی میشه. به امید موفقیت و دیدارتون.